با درود خدمت شما هم میهنان گرامی، خوشحالم که در برنامه دیگری در خدمت شما هستم. ایران ما در یک لحظه و روزها و هفته های تاریخی هست. بر کسی پوشیده نیست که رژیم اهریمنی ملایان برآمده از فتنه 57 روزهاش به شماره افتاده و دیری نخواهد پایید که این رژیم به زیر کشیده خواهد شد، حالا توسط حمله نظامی توسط امریکا و اسرائیل. البته پیش از اون نبرد جانانه ما 47 سال نبرد جانانه ملت ایران و در صدر اون 18 و 19 انقلابی که 18 و 19 دی ماه به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی میلیون ها تن از ما ملت ایران در داخل کشور به خیابان ها اومدند و دیدیم که چه حماسه‌ای رو آفریدند و در مقابل قتل عام شدند توسط رژیم اهریمنی و ایرانیان در خارج از کشور. حداقل در روز 14 فوریه اگر نگوییم پیشتر از اون، به باز هم به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی بیش از 1.5 میلیون تن از ایرانیان در سراسر جهان در اقصی نقاط جهان به میدان اومدند، به طور مشخص در مونیخ، تورنتو و لس آنجلس به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی رهبر ملی انقلاب شیر و خورشید پاسخ مثبت دادند و جهان از اون روز به بعد بیش از هر زمان دیگری به این نتیجه رسید که این انقلاب یک انقلاب ملی است و رهبر اون کسی جز شاهزاده رضا پهلوی شهریار ایران نیست. و باز باید گفت که این جانفشانی ملت ایران در داخل کشور بود. اما در زمانی که همه ما ایرانیان، ملت ایران، در تکاپو هستیم که یاری برسونیم به ایرانیان در داخل کشور، حداقل کاری که میتونیم بکنیم صدای اونها باشیم در خارج از کشور، هستند در میان بظاهر اپوزیسیون و مخالفین رژیم که در این لحظه تاریخی به دنبال سهم خواهی هستند و سهمی از قدرت در آینده رو میخواهند که به دست بگیرن. حالا این سهم خواهی هم باز جای صحبت داره که میخواهند که زبانم لال قسمتی از ایران به طور مشخص در کردستان و شاید هم در آذربایجان بخشایی از اون ایران ما در اختیار این احزاب قرار بگیره. حالا احزاب که میگوییم یعنی سازمانهای مسلح. این خواستی هست که اونها به زبان نمی آورند، اما در لابلای خطوط صحبت‌هاشون رو اگر شما بخوانید و اگر کمی آشنایی با پیشینه این سازمان‌ها داشته باشید، با اندیشه سیاسیشون داشته باشید، متوجه میشید که اینها نه کردستان براشون مهم است و نه مردم کردستان. اینها اون سهمی از قدرت رو که میخواهند داشته باشند براشون در اولویت هست. همونطور که گفتم در جایی که 10,000 تن از ملت ایران جان باختند و جان خودشون رو آگاهانه فدا کردند برای آزادی، این سازمان ها وقیحانه می آیند در، خب شوربختانه امروز هم تریبون هایی در اختیار اونها قرار می گیره و سران این سازمان ها می آیند و وقیحانه می گویند که بله ما سهمی از قدرت می خواهیم و اگر ما نباشیم در این پروسه، در پروسه آزادسازی ایران، اون وقت ما چوب لای این چرخ آزادی ایران خواهیم گذاشت. البته که این امر اتفاق نخواهد افتاد و از زمانی هم که به طور مشخص متوجه شدند که ملت ایران در بخش گسترده اون شاهزاده رضا پهلوی رو یک صدا فریاد میزنند، رهبری ایشون رو خواستار هستند، خب اینها دیگه اون شرم و حیاشون رو هم کنار گذاشتن، خیلی با صراحت صحبت میکنن، میگویند که ما اگر رژیم بیفتد در همون لحظه ها و ساعات نخست میریم و شهرهای کردستان رو اشغال میکنیم و تصرف میکنیم و بعد میرویم با تهران مذاکره میکنیم. این رو هم در همین روزهای اخیر سران این سازمان ها گفتند، ولی اتفاق و مسئله فقط به این ختم نمیشه. خب در میان مردم کردستان بخش گسترده، حداقل به عقیده من، بخش گسترده از مردم کردستان ایران دوست هستند یا میشه گفت که خواهان رهبری شاهزاده رضا پهلوی هستند، ولی این گروه ها و سازمان ها به وسیله افرادی که در داخل دارند خانواده ها و مردم رو تهدید میکنند، تهدید به مرگ، تهدید به هر حال انواع اقسام و به نوعی میشه گفت که همدستی میکنند با رژیم که صدای کردهای میهن دوست و ایران دوستی که در خارج از کشور مشغول فعالیت هستند رو خاموش بکنند.
به شیوه های مختلف. به این مسائل میخوایم امروز بپردازیم، چرا که بسیار بسیار اهمیت داره. همونطور که گفتم ایران ما در یک لحظه تاریخی هست و ما ایران دوستان و ما ایرانیان، شهروندان ایران، فرق نمیکنه کرد هستیم، بلوچ هستیم، عرب هستیم، تهرانی، گیلک، فرق نمیکنه، ما همه ایرانی هستیم و باید جلوگیری بکنیم از اون اتفاقات بدی که ممکنه در آینده پس سقوط رژیم پیش بیاد. در این برنامه افتخار دارم که در خدمت یکی از کردهای میهن پرست هستم، بانویی که تک و تنها داره با این لشکر اهریمنان مبارزه میکنه. البته که تنها نیست، 10 تن از هم میهنانش و اتفاقا هم زبانانش در کنار او خواهان مبارزه با این اهریمنان 57 هستند. امروز من در خدمت خانم نیشتمان عبداللهی، یکی از فعالان، خودش میگه که من یک شهروند هستم که دغدغه دارم مانند همه ما و نه هیچ اتیکت و عنوان دیگری، کار بزرگی رو داره انجام میده با وجود اینکه از سوی این سازمان‌های تروریستی خودش و خانواده‌اش تهدید میشن. درود میفرستم به شما خانم عبداللهی گرامی. درود به شما و درود به همه هموطنان نازنینم. خوشحال هستم که امروز اینجا. سپاس از شما خانم عبداللهی. بفرمایید که چه بر شما میگذره در این روزها و هفته ها. میدونم که کردها، منم خودم همزبان هستم با شما، از کردستان میام، ما هم داریم با جمهوری اسلامی میجنگیم، هم با گروه هایی که به هر حال خودشون رو منتسب کردن به مردم کردستان. شما بفرمایید در چند جبهه ما باید بجنگیم؟ ما مردم ایران به طور کلی، ملت ایران، داریم با چند جبهه میجنگیم؟ بفرمایید. مرسی، ممنون. خب قاعدتا دشمن اصلی همه ما جمهوری اسلامی هست و همینطور که خود این احزاب و طرفدارانشون هم میگن، ظاهرا دشمن اونها هم جمهوری اسلامی هست، ولی الان یک طوری شده که اونا اسلحه ها رو چرخوندن به سمت ما که میگم منظورم کردهای ایران دوست هست و مخصوصا کردهای پادشاهی خواه. و الان من خودم به شخصه فوکوس و تمرکزم از روی جمهوری اسلامی برداشته شده و دارم با این افراد و گروه‌های تروریستی مبارزه میکنم، برای اینکه من نمیتونم هیچ اسم دیگه ای بذارم. فعال سیاسی نمیاد اسلحه دست بگیره، فعال سیاسی یک نفر رو تهدید به قتل و مرگ نمیکنه و به خاطر همین تمام انرژی من در مخصوصا در این یک هفته اخیر رفته به این سمتی که مبارزه بکنم با اینها فقط و تنها به دلیل اینکه نظر سیاسی متفاوتی دارم. یعنی اینها در اصل وجود من رو فقط با یک نظر سیاسی متفاوت نمیپذیرن و فقط من نیستم که اینطوری هستم. خیلی دیگه از بچه‌هایی که حتی توی آلمان هستن، از مجروحان انقلاب 1401 و در کل کردهای ایران دوست، به این مشکل دچار هستن. اطلاعات شخصی خانواده هاشون داره پخش میشه، از اعضای خانوادهشون توی ایران از پشت سر عکاسی و فیلم برداری میشه و میفرستن که بگن ما زیر نظرتون داریم، ما اگر بخوایم میتونیم برادر، خواهر، پدرت رو بکشیم. و این واقعا فاجعه است، چون اینجا دیگه میگم بحث تفاوت عقیده سیاسی نیست. بله دقیقا درسته. سالها پیش، سالها پیش که نه، همین 2-3 سال پیش، کسانی از این گروه ها و سازمان های مسلح می اومدند که خود شاهزاده رضا پهلوی رو تهدید می کردند و اطرافیانشون رو به صورت خیلی آشکارا. حالا من نمیدونم پیگیری شد اون قضیه از لحاظ قانونی، چون به راحتی میشه این رو، همونطور که شما هم گفتید، به راحتی میشه این مسائل رو پیگیری کرد. حداقل در اروپا میشه این رو مسئله رو پیگیری کرد. یعنی اینها هیچ حد و مرزی ندارند. این یک زنگ خطری هست، هشداری هست. شما به عنوان کسی که خودتون این مسئله رو تجربه کردید، همه ما کسایی که همونطور که گفتید کردهایی که ایران دوست هستن، حالا به صورت خیلی واضح‌تر و شدیدترش کسانی که شاهزاده رضا پهلوی رو قبول دارند، هم رهبری ایشون رو هم پادشاهی ایشون رو که کرد هستن، اونها دیگه در تیررس بیشتری قرار دارند. شما بفرمایید که چه میشه کرد با اینها؟ آیا میشه با اینها گفتگو کرد؟ میشه با اینها بحث کرد؟ بفرمایید. من خودم واقعا شخصی هستم که حتی توی زندگی شخصی و توی روابط شخصی و دوستانه میگم که همه چیز رو میشه با گفتگو حل کرد. یعنی ما انسان هستیم
و زبان مشترکی که داریم زبان گفتگو هست و میتونیم بشینیم با هم حرف بزنیم و به یک نتیجه برسیم، یا در نهایت هم این هست که یا به یک نتیجه مشترک میرسیم یا نه همدیگر رو همونطور که هستیم قبول میکنیم و میپذیریم. اما متاسفانه تا به امروز این شیوه در برابر این افراد جواب نداده. من نمیتونم در برابر کسی که اومده اسلحه روبروی من گرفته بشینم حرف بزنم. اون شخص اول باید اسلحه‌شو بذاره زمین، اون موقع میشینیم توی دو تا موضع برابر با هم حرف میزنیم. ولی متاسفانه نه اعضای این احزاب و نه حتی رؤساشون و رهبرانشون که من نمیدونم چند سال اینها توی قدرت هستن و از طرف چه کسانی انتخاب شدن و چطوری اون صندلی ریاست رو گرفتن، هیچ کدومشون مسئولیت به عهده نمیگیرن. یعنی من الان خودم سعی میکنم که هم توی توییتر و هم توی اینستاگرام این قضیه رو بولد بکنم، چون سالیان سال برگشتن به دروغ به پادشاهی خواهان انواع اقسام تهمت‌ها رو زدن. در همین اواخر هممون شنیدیم که چقدر شاهزاده رضا پهلوی رو مورد فشار قرار دادن که اعلام براءت بکنن به قولی از طرفداران فحاششون که گیرم اگر این صحبت هم درست باشه فقط فحاشی هست و جنگ کلامی هست، ولی خودشون در برابر مسلح کردن این افراد سکوت کردن و هیچ چیزی نمیگن و اتفاقا خیلی هم خوششون میاد که مردم اینها رو بشنون و مردم بترسن. یعنی بوده که برگشتن گفتن که شما هیچ کاری نمیتونین انجام بدین به جز این که برین اینا رو رسانه‌ای بکنین و بگین که ما و خانوادهمون مورد تهدید قرار گرفتیم و میخوان ما رو بکشن. خب این چه هدفی میتونه داشته باشه این مورد؟ یعنی کسانی هستن که سعی میکنن که پشت الفاظ و پشت نقاب خودشون رو پنهان بکنن، ولی در نهایت اون دم خروسه میزنه بیرون. چون ما مخصوصا نسل جوان نسل آگاهی است دیگه، 50 سال پیش نیست که هر داستانی رو بخوان تحویل مردم بدن. نسل الان بچه 20 ساله 25 ساله میره دنبال قضیه اصلش رو پیدا میکنه. بعد ولی میگم چون که گفتارشون خالی هست، چون که هیچ فلسفه و هیچ منطقی پشتش نیست، چون که دستشون خالی هست، نه از لحاظ تاریخی اینا پشتیبانه دارن، نه از لحاظ فرهنگی، نه از لحاظ جبهه مردم و نه حتی برای آینده ایران و برای آینده من کرد اینها هیچ برنامه‌ای ندارن. بنابراین مجبورن که به زور متوسل بشن. بله، این مسئله اتفاقا خوب شد که گفتید. اینها تلاش میکردن در این 45-6 سال و به طور خیلی واضحترش در این 20 سال اخیر که بیایند با رسانه ها، به هر حال رسانه ها خیلی فعالتر شدن در 20 سال اخیر و بگویند که صدای اصلی در کردستان گویا این دو حزب یا دو سازمان مسلح هستند و صدای دیگری نیست و همچنان هم دارن تلاش میکنن. خودشون میان همین 2-3 روز پیش یکی از این رؤسای خودخوانده این گروه ها اومد گفت که فقط دو جریان اصلی در کردستان هست، ما و دیگری، و حالا کسان دیگری هستند. این گروه های تجزیه طلب دیگر اینها گروه های فرعی هستند. این که کسی یا گروهی از در میان مردم کردستان و اتفاقا همونطور که گفتید جوانان کردستان بیایند و بگویند ما هیچ کدوم از شما رو قبول نداریم و ما ایران دوست هستیم و نه تنها ایران دوست بلکه هوادار اندیشه و منش شاهزاده رضا پهلوی هستیم، خب بر اینا خیلی گران تمام میشه. چه کار بیشتری باید انجام بشه از سوی کردهای میهن پرست، حالا چه در داخل کشور چه در خارج از کشور؟ خارج از کشور خب به هر حال دست بازتر هست و میشه خیلی کارهای دیگه انجام داد. فراخوان شما برای کردهای ایران دوست چه هست در خارج از کشور؟ البته اینو بگم من در حد نیستم که فراخوان بدم، ولی خب وظیفه خودم میدونم، در خود من به شخصه که در این باره حرف بزنه و گفتگو بکنه. چون من تا وقتی که انقدر به هم نزدیک نشده بود و اینطور ملموس نبود برام، من فکر میکردم که خب اوکی اینا پادشاهی خواه نیستن، خب مسئله این نیست، مشکلی نداره، همه مجبور نیستن پادشاهی خواه باشن. ولی مسئله اینها هست میگه که نه، تو هم اجازه نداره پادشاهی خواه باشی و اینجاست که مشکل پیش میاد و ما باید بشینیم در این باره حرف بزنیم و واقعا آگاهی سازی بکنیم. چون افرادی که توی ایران هستن، جوانهای ایرانی، درست از یک طرف من میگم خیلی باهوش هستن، خیلی زرنگ هستن، خودشون واقعا قدرت تجزیه تحلیل بالایی دارن، ولی از طرفی هم رسانه‌های کردستان عراق اینا رو سعی میکنن تحت تاثیر قرار بدن و به شدت بمباران اطلاعات منفی میشن، اطلاعات نادرست میشن.
اگر ما نیایم در این باره حرف نزنیم و این موارد رو بازگو نکنیم، همینطوری برای خودش پیش میره و هیچ چیزی تغییر نمیکنه. یعنی من خودم به شخص چندین نفر بودن که به من پیام دادن از داخل ایران. باز همونطور که شما گفتین داخل ایران قضیهش خیلی فرق میکنه، چون هم جمهوری اسلامی هست هم این احزاب هست و واقعا هم میان ترور رو انجام میدن. باز ما حداقل توی خارج از کشور دستمون به یه دولت قانونی بند هست، یه پلیسی هست که بیاد پیگیری بکنه. ولی خب اونها به حدی تحت فشار هستن که حتی با خانواده نزدیک خودشون هم جرئت نمیکنن در این باره گفتگو بکنن. یعنی توی همون خانواده، من میگم حالا دایی و خاله و پسر خاله و این خانواده نزدیک، اونجا هم افرادی هستن به شدت متعصب که حاضر هستن از عقده پهلوی هر کاری انجام بدن. و منی که اینجا هستم، در خارج هستم و یک امنیتی دارم یا امنیت نسبی دارم، وظیفه‌م هست که بیام در این باره حرف بزنم. هرچند تهدید شدم، نه خودم به شخصه، بلکه با خانواده‌ام، با پدرم، مادرم، خواهرم، با اطلاعات و همه اینها تهدید شدم. ولی اگر من الان بیام سکوت بکنم، اونا به هدفشون میرن و من اصلا دوست ندارم این اتفاق بیفته. من همیشه میگم یا من این وسط کشته میشم، پدر و مادر من هم مثل بقیه پدر و مادرهای ایران که عزیزشون رو از دست دادن، یا زبانم لال اتفاقی برای پدر و مادر من اونجا بیفته، من هم مثل بقیه بچه‌های ایران که پدر و مادرشون در راه ایران فدا شدن. من از دیشب که فیلم ایلیا رو دیدم، یک پسر بچه 10 ساله که مادرش رو از دست داده، فکر نکنم هیچ وقت بتونم این صحنه از جلوی چشم بره. و من واقعا هیچ فرقی بین خودم و بقیه بچه‌های ایران نمی‌بینم، فرقی هم بین پدر و مادرم با بقیه پدر و مادرم. و وقتی که ما میگیم ایران، وقتی که میگیم ما گارد جاویدان هستیم و برای ایران می‌جنگیم، باید اینها رو هم قبول بکنیم. در کل وظیفه ما این هست که واقعا دربارش حرف بزنیم. من از خیلی دیگه بچه‌هام شنیدم که به شدت تحت فشار هستن، یعنی فقط برای عکس داشتن با پرچم شیر و خورشید. و این نمیتونه اینطوری ادامه پیدا کنه. ما باید یک جای قاطعانه در برابر این وایسیم و بشیم صدای اون مردمی که توی ایران هستن و نمیتونن حرف بزنن و این مسئولیت ما رو واقعا سنگین‌تر می‌کنه. بله، همونطور که گفتید این کشتاری که از ایرانیان شد و این حجم از همدردی و مبارزه ملت ایران در داخل و خارج، واقعا دیگه همه ایرانیان خارج از کشور دردمند هستند و دیدیم که و میبینیم که در اون بحبوحه برای کردستان سوریه مثلا می اومدن صحبت میکردند، در جایی که ما خودمون در داخل کشور این درد و مصیبت رو داریم. و کردستان عراق رو بهش اشاره کردید، خیلی مهم هست، چون به هر حال از اونجا هم داره سمپاشی میشه. اگر که در این باره بخواید بیشتر توضیح بفرمایید چه توضیحی دارید؟ چون به هر حال گفتم کردستان عراق داره خیلی از اونجا سمپاشی میشه و مغزشویی میشه نسبت به کردهای ایران. بفرمایید. درسته. من واقعا نمیتونم این قضیه رو صادقانه بگم، نمیتونم درک بکنم که مسئله من ایرانی به عراقی چه ربطی داره و چرا اون باید برای من تعیین تکلیف بکنه. من واقعا این قضیه رو نمیفهمم. ولی همه این افراد تندرو که موافق قتل عام و ترور و حذف فیزیکی هستن، اکثرانشون توی کردستان عراق سکونت دارن و اونجا و ساپورت میشن، چون هیچ نتیجه قانونی یا پیگرد قانونی برای اینها نداره. راحت هم نیروهاشون رو میتونن بفرستن وارد خاک ایران بکنن. همه مرزها که دست خودشونه، قاچاق مرزها هم دست خودشونه، یعنی عملا یه طورایی هم دارن با جمهوری اسلامی همکاری میکنن. و این ساپورتی که از اون طرف میشه و از چه منابع مالی، من اینم باز نمیدونم که پول این احزاب از کجا میاد و خیلی جالبه که هیچ وقت نیومدن شفاف سازی بکنن. سعی میکنن که جوان ایرانی رو تحت تاثیر قرار بدن و خیلی از اینها اصلا میگن ما ایرانی نیستیم و تابعیت ایرانی بودن خودشون رو قبول ندارن. خب در این صورت تو اصلا در جایگاهی نیستی که به عنوان شخص اول برای این کشور حرف بزنی. شما وقتی که خودت رو ایرانی نمیدونی، حق نداری برای من ایرانی تصمیم.
اینها ساپورت میشن از طرف این دولت اقلیم کردستان و من نمیدونم واقعا اصلا انقدر قضیه واضح و روشن هست که آدم میگه خب همه میبینن، همه میدونن خب الان وضع کردستان عراق چطوری هست، هممون میدونیم دیگه. اگه حداقل میگم اگر وضع خوب بود این همه پناهنده نداشتیم ما از کردستان. اون از وضع اقلیمی هست که درست کردن برای مردم و خودشون هم حتی حاضر نیستن اونجا زندگی بکنن. خود همین سران احزاب اونجا زندگی نمی‌کنن، توی کشورهای دیگه اقامت دارن، خانواده هاشون، بستگانشون همشون خارج از اونجا هستن. حداقل اگر من میگم پادشاهی خواهم، میگم میام فردا فردا 2 روز دیگه من میام ایران، اونجا آباد میکنم، کمک میکنم، میخوام اونجا زندگی بسازم و هستم برای فردای اون روز. اونها یک زندگی رو برای مردم درست کردن که خودشون حاضر نیستن توی اون وضعیت بمونن و همین رو برای جوان ایرانی میخوان، برای کرد ایران میخوان. و تا وقتی که من و امثال شما هستیم اتفاق نخواهد افتاد، چون همونطور که گفتم جوان ایرانی واقعا آگاه هست، توی اینترنت میبینه که من دیگه درباره اروپا حرف نمیزنم که زندگی جوان اروپایی چطوری هست. توی اینترنت میبینن که یه دختر 15 ساله، یه پسر 18 ساله توی تهران، توی شیراز، توی اصفهان، شمال جنوب ایران فرق نمیکنه چطور زندگی میکنه، چه امکاناتی داره، چه آزادی و رفاهی داره. اونها هم 100% همین رو میکنن. الان کسی دیگه اعصاب و حوصله این رو نداره که دوباره تفنگ به دست بگیره پاشه برای این احزاب بجنگه که صرفا هدفشون هم معلوم نیست، صرفا به خاطر اینکه اینها قدرت رو در دست داشته باشن و بتونن فاند بگیرن و بشن گوشت جلوی گلوله برای این احزاب. یعنی یه دوره‌ای بود که اصلا جوون نمونده بود توی اون منطقه، همشون رو با مخشویی و با یک سری شعارهای قشنگ و با 4 تا سرود حماسی و فلان و بهمان میبرن توی کوهستان، توی کمپ‌هایی که به شدت شرایطش غیر انسانی هست، از لحاظ زندگی و امکانات بگیریم تا لحاظ انسانی و شأن و کرامت انسانی و تبعیض‌هایی که اونجا هست و کارهایی که اونجا انجام میشه، تجاوزهایی که هست. اونجا هم عملاً مافیا هست و اونها دارن کل این داستان رو میچرخونن و بچه‌های ما رو برمی‌دارن از سر زندگی که میتونن داشته باشن، آزادی و رفاهی که میتونن داشته باشن و این شرایطی هست که میخوان تحویل اون بچه‌ها بدن و این واقعا من رو ناراحت می‌کنه، چون من نمیخوام بعد 47 سال که حداقل داریم فقط با جمهوری اسلامی می‌جنگیم. حالا داستان احزاب که قدیمی‌تر هست، اینا متاسفانه یک بلایی هستن که خیلی وقت دامان ما رو گرفته. واقعا من و امثال من میخوایم که بعد جمهوری اسلامی راحت زندگیمون رو بکنیم، بسازیم. واقعا جنگ و نابودی و ویرانی و خونریزی بسته. بعد خیلی هم جالبه که همونطور که شما گفتیم واقعا این 2 حزب فکر میکنن که اکثریت رو دارن بین حالا چندین شهری که به گفته خودشون تقسیم میکنن، در صورتی که توی همون شهرها انقدر خودمون میدونیم سمت ما واقعا خیلی همون زبان کردی لهجه‌های متفاوتی داره، از لحاظ زبانی و قومی و حتی مذهبی در نظر بگیریم واقعا متنوع اونجا. من نمیدونم اینا با چه جرأتی میان و خودشون رو نماینده اون بخش اعلام. و توی ایران هم کرد فقط توی منطقه آذربایجان غربی و استان کردستان و کرمانشاه نیست، ما توی خراسان هم کرد داریم. اون شخص کردی که توی خراسان هست اصلا اسم تو رو نشنیده، اصلا نمیدونه که تو وجود خارجی داری. شما به چه حقی میایین خودتون رو نماینده اعلام میکنید؟ و حداقل شاهزاده رضا پهلوی میاد میگه یک پشتیبانه‌ای داره، مردم توی ایران رفتن میلیونی توی خیابون و خون دادن و با افتخار میگن که من اومدم توی خیابون شاهم رو صدا زدم و برای این کار جونم رو دادم. پشتیبانی مردمی داره، مردم توی ایران صداش زدن، تازه با وجود خفقانی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده. توی خارج از کشور همینطور. شما یک نفر به من نشون بده که اومده باشه بیرون بگه زنده باد مهتدی، بگه زنده باد حزب دموکرات. نیست. یعنی حتی اگر لزوما توی اون مناطق هم اصلا ممکن نیست شما بگین 100% مردم یک فکر رو دارن، پادشاهی خواه هم نباشن مردم اونجا، ولی طرفدار شما هم نیستن، چون هیچیتون معلوم نیست. واقعا هیچیشون معلوم نیست، فقط یک سری آرمان‌های خیالی برای خودشون درست کردن و پشت اینها قائم میشن. الان من کرد میگم اوکی، من میخوام انتخاب بکنم
خب شاهزاده رضا پهلوی یکی از گزینه‌ها هست، شما هم ظاهرا یکی از گزینه‌ها هستین. شاهزاده رضا پهلوی حرفاش مشخصه، مصاحبهش، دفترچه دوران گذارش، الان دوره گذار، بعد گذار. شما چطور؟ چی ارائه دادین که من بتونم بشینم بخونم و تصمیم بگیرم؟ هیچی. به خاطر همین میام و به زور متوسل میشم، به پروپاگاندا متوسل میشم، به دست آویز بودن به احساسات متوسل میشم که همونطور گفتم واقعا دوره این داستان ها سر اومده و امثال من و جوان امروزی داخل ایران و کردستان حوصله این مسائل رو دیگه ندارن. مردم واقعا میخوان زندگی کنن و خسته شدن از این داستان ها و از این جنگ و خونریزی. بله. خانم عبداللهی، شاهزاده رضا پهلوی حداقل 2-3 سال هست که اون 4 پیش شرط رو که خیلی هم بدیهی است، اتفاقا برای همین گروه ها و همین طرز فکره و الا من و شمای ایرانی از هم دیگه نمیپرسیم که شما خانم عبداللهی یا شما از من بپرسی تمامیت ارضی رو قبول داری، نمیدونم صندوق رأی رو قبول داری، نمیپرسیم ما از هم دیگه. اتفاقا حساسیت رو خود این تجزیه طلب ها به وجود آوردن. حالا میگن نگید به ما تجزیه طلب، خب بهتون چی بگیم؟ بهتون بگیم جدایی طلب؟ خب شما خودتون ایرانی نمیدونید. استقلال طلب؟ خب اون که بدتر از اینه. میدونید اون 4 پیش شرط رو که خیلی هم ساده هست شاهزاده رضا پهلوی گذاشتن برای همکاری و همکاری ملی، اون چیزی که به همکاری ملی معروف است. اینها قبول نکردند و قبول ندارند. شهروند بودن ایرانی رو آینده پس از جمهوری اسلامی آینده شهروند مدار است، نه کرد مدار هست، نه بلوچ مدار هست، نه هیچ مدار دیگه ای نداریم. ما شهروند اون کشور هستیم، هممون خودمون رو ایرانی میدونیم. برای همین ایرانی بودنه که 10,000 تن خودشون رو جانشون رو فدا کردن، نه برای چیز دیگری. همونطور که شما گفتید برای این آقایون و خانم ها نبوده، برای اندیشه چپ نبوده، برای این چیزا نبوده، برای ایران بوده. اینا قبول ندارند و اون اصلا میترسند از شهروند، اصلا واژه شهروند میترسند. من این رو دانسته به خدمتتون میگم، به خاطر اینکه ساعتها با اینا بحث کردم. میگم آقا شما دردتون چیه؟ دردتون اینه که بهتون حق و حقوق برابر ندادن. خب اگر حق و حقوق برابر ندادند، حالا در هر برهه زمانی، امروز پس از سقوط رژیم شهروند مداریه، میگه ما اینا رو قبول نداریم. یکی از همون آقایی که شما اسم بردید، آقای مهتدی، میگوید که ما تمامیت ارضی چماق است و ما دیگه این رو قبول نداریم. این رو خودشون در مصاحبه گفتن، در گفتگویی اینو به صراحت گفتن که ما دیگه قبول نداریم که بگویید همه ما ایرانی هستیم، ما حق و حقوق خودمون رو میخوایم. چه باید کرد؟ شما دیدگاهتون چه است در مسئله شهروند مداری، یا اینکه این چیزی که اینها میگویند ما کرد هستیم و مسئله کرد چیز دیگری است؟ این مسئله کرد چه هست؟ بفرمایید. واقعیتش سوال تاریخی خیلی خوبی است. من نمیدونم مسئله کرد چه هست، چون شما نمیتونین بگین توی ایران فلان قوم، فلان نژاد یا فلان زبان فقط به اون ظلم شده. ما چیزی به اسم مسئله کرد نداریم، ما تبعیض نژادی توی ایران نداریم. این رو شمایی که من شمایی که از کردستان اومدیم میدونیم. توی همون کردستان هم شما اگر دستت با جمهوری اسلامی باشه بهترین زندگی رو داری. یعنی لزوما اینطوری نیستش که بگم تو صرفا به خاطر کرد بودن مورد تبعیض قرار میگیری. خیر، توی تهران اون کسی که فارس زبان هست این مسئله براش پیش میاد. توی تبریز آذری زبان این مسئله رو داره. شمال جنوب کل ایران درگیر این مسئله. پس این از اساس اصلا ادعای درستی نیست. و درباره حقوق برابر و شهروندی خیلی جالبه، چون که این افراد اصولا دنبال حقوق برابر نیستن، اینا حقوق بیشتر از بقیه میخوان و برای همین هست که نمیتونن بیان این پیش‌شرط‌ها، این 4 فرض بدیهی رو بپذیرن و میدونن که اگر من شهروند بشم، یک شهروند کرد بشم، من حق شهروندی دارم و اینها باید پاسخگوی من باشن. اینها باید مسئولیت بپذیرن. من شهروند میتونم بیام یقه اینها رو بگیرم، هر سال یک بار، هر چند ماه یک بار بیام بگم خب آقای احزاب شما انقدر بودجه گرفتی از دولت، شما انقدر امکانات در اختیارت بوده، نتیجهش چی شد؟ اون پول کجا رفت؟ فلان روابطت با فلان شخص چی شد؟ برای چی این کارو کردی؟
و اینها افرادی هستن که هیچ وقت احساس مسئولیت نکردن و قبول مسئولیت هم نکردن. برای نمونه برای همین وضعی که برای جوانهامون پیش آوردن و همینطوری میکشنشون برای پیشمرگ بودن توی کوهستان ها و مسلح میکنن و میکشن، برای کشتاری که بین خود این احزاب بوده هیچ وقت پاسخگو نبودن. اینها نمیتونن پاسخگو باشن، نمیتونن احساس مسئولیت بکنن، نمیتونن شفاف باشن و از همین هم هست که میترسن و به خاطر همین هم با شاهزاده رضا پهلوی مشکل دارن، چون که شاهزاده کسی هستش که رو بازی میکنه، برنامهش مشخصه، همه چیزش مشخصه و من میدونم که من ایرانی میتونم، حالا سیستم ایران هر چیزی که باشه، رأی من پادشاهی خواهی هست، پادشاهی پارلمانی، من رأیی که میدم دنبالش رو میگیرم و میرم ببینم چی شد، اون برنامه هایی که من تحویل داده بودم به کجا رفت. حتی منی که پادشاهی خواهم، من این چیز رو به عنوان یک مطلب موضوع مقدس نمیبینم. من مطالبه گرم و این چیزی نیست که اینها عادت داشته باشن بهش و قبول بکنن. اینها فقط صرفا میخوان که اوکی یه جایی رو حالا بدین، ما اونجا رو بر خودمون بچرخونیم دیگه، حالا هر مدلی شد هر کارش کردیم دیگه به خودمون مربوطه. اصلا یک سری حرفهای آدم از اینا شنیده که میگین عقل سلیم این حرفها رو نمیزنه. اگر اشتباه نکنم آقای خالد عزیزی یک بار برگشت گفتش که حتی اگر قرار ما کشته بشیم و دیکتاتوری باشه توسط یک کرد کشته بشیم. آخه این چه حرفیه واقعا؟ یعنی من با چه منطقی اصلا من نمیفهمم انقدر این حرف مسخره و خنده‌دار و ابلهانه هستش که هیچ چیزی من نمیتونم در برابر این بگم. مردم قبل از این که بخوان اون آزادی آرمانگرایانه و چه میدونم عجیب و غریبی که شما خودتون هم نمیدونین چی هست رو بپذیرن، مردم اقتصاد میخوان، رفاه میخوان، آسایش میخوان. من میخوام که اونجایی که هستم حقوق برابر داشته باشم، زندگی داشته باشم، بتونم زندگی بکنم. من نمیخوام یه کرد دیگه بیاد اسلحه بگیره، یه جمهوری اسلامی کرد زبان، من نمیخوام اونجا. و این چیزی هست که اونها نمیخوان قبول کنن، چون میگم اگر ما اونجا زندگی داشته باشیم، اگر مردم کرد زبان ایران زندگی داشته باشن، آسایش داشته باشن، اینها بساطشون برچیده میشه، اینا کاسبیشون تعطیل میشه و تا وقتی هم که بتونن سعی میکنن که جلوی این رو بگیرن. چون اگر ما به یک چیزی برسیم، اینا نمیشن که تحت عنوان حقوق زن و اقلیت و کردستان مستقل و فلان و بهمان بیان فاند بگیرن از این دولت‌های غربی. برای همین هم هست که دارن میجنگن علیه آزادی ایران و علیه من کرد. بله خانم عبدالله، ببینید جمهوری اسلامی سال هاست، چند دهه هست در مورد تجزیه ایران به قول معروف این لولوی سر خرمن رو درست کرد و گفت اگه من برم ایران تجزیه میشه. قبلترش میگفت اگه من برم ایران سوریه میشه. همه اینا رو شنیدیم. مسئله تجزیه ایران اصلا هیچ ترس و واهمه ای نداره. اما همین گفتم 2-3 روز پیش به طور مشخص آقای عبدالله مهتدی در یک گفتگویی اومد گفت که ما به محض اینکه رژیم بیفته شهرهای کردستان رو تصرف میکنیم و خودمون اداره امور رو به دست میگیریم و بعد اون میریم با دولت مرکزی در تهران، نگفت دولت مرکزی، گفت با تهران مذاکره میکنیم. خب این رو گفتن. حالا بماند که تا چه حد این امر عملی میشه و اینها رو کار ندارم. شما فکر میکنید که تا چه حد اون دولت انتقالی که شاهزاده رضا پهلوی، همه ما در روز 14 فوریه در مونیخ بودیم، یکی از مواردی که شاهزاده قبل از اون توی اون فراخوان گفته بودند این است که دولت انتقالی از سوی دولت‌های غربی به رسمیت شناخته بشه. اون دولت انتقالی فکر میکنید که چقدر باید اهمیت بده به این صحبت‌ها و اینکه جلوگیری بشه از اون اختشاش یا اختلالی که ممکنه در اون لحظه‌ای که رژیم سقوط کرده و شهرهای مختلف به هر حال یک حالت مردم در اون دخیل هستن و این گروه ها اگر بخوان بیان
کاری بکنن، این هشدار رو شما چگونه میخواید به دولت انتقالی یا به افرادی که ممکنه دستی در این کار داشته باشند چه هشداری دارید، چه صحبتی دارید که این احزاب و سازمان‌ها به هر حال خیلی راحت میتونن از همون کردستان عراق وارد شهرهای کردنشین بشن، شهرهای کردستان بشن؟ چه باید کرد؟ چیزی که شما میفرمایید درست هست، قضیه جدی هست و این واقعا یک زنگ خطری هست. وقتی که یک نفر برمیگرده میگه به محض اینکه من بتونم نیروی مسلح وارد یک منطقه میکنم، خب این یک امر عادی نیستش. ولی من اینجا یک سوال دارم که اینها بر چه اساس و بر اساس چه آرایی میخوان بیان و اونجا رو بگیرن؟ کی به اینها رأی داده؟ کدوم کرد موافقت کرده که در دوره انتقالی فلان حزب و فلان حزب بیان و مسئولیت این بخش رو به عهده بگیرن؟ این صدا رو اینا از کجا آوردن؟ من واقعا خیلی برام جالب هست که این رو بدونم. دومین مسئله این هستش که اگر اونها نیرو وارد میکنن از کردستان عراق، من هم پا میشم برمیگردم میرم ایران. افرادی که مثل من هستن کم نیستن و توی خود ایران هم هستن این افراد. اینطور نیست که فقط اونا بتونن برگردن و اونجا رو بگیرن دستشون. نه، ما هم برمیگردیم ایران و شده با ارتش ملی ایران همکاری میکنیم و این بساط رو ما جمع میکنیم. میگم اگر اونها 10 نفرن، ما 100 نفریم. ما تعدادمون خیلی بیشتر از این است. توی همون خود کردستان مردم علیه اینها میان بیرون. من روزانه بیشتر از 100 تا پیام دریافت میکنم. بوده دختر کرد اینجا من رو دیده، منو بغل کرده، گفته که ممنونم که تو صدای ما هستی، ما نمیتونیم حرف بزنیم. خب این افراد اگر در اولین فرصتی که براشون پیش بیاد، خودشون قبل از اینکه دولت بتونه یا بخواد کاری بکنه، میان اینا رو جمعشون میکنن. و من همونطور که گفتم واقعا این یک مسئله جدی هست و باید بهش بپردازیم و بیشتر از این که وظیفه دولت دوران گذار ببینم و کار قبل از اینکه به اونجا برسه، وظیفه خودمون میبینم که ما در این باره گفتگو بکنیم و روزی که این اتفاق بخواد بیفته ما آماده عمل باشیم. من همیشه این رو میگم، در اولین فرصتی که من بتونم برم ایران میرم ایران و پرچم شیر و خورشید رو خودم توی مهاباد بالا میبرم. توی میدان چارچراغ، همون جایی که مأمور روسیه رو مجازات کردن، همونجا خودم میرم و پرچم ایران رو دستم میگیرم و میبرم بالا. و اینها نمیتونن جلوی من رو بگیرن. من یک ایرانی هستم تحت تابعیت ایران و تحت قوانین ایران. هیچ نیروی مسلحی نمیتونه بیاد اونجا رو بگیره دستش. نمیتونن حکومت نظام اونجا برقرار بکنن. و اینا با بد نسلی در افتادن. من همیشه اینو میگم، چون مایی که جلوی جمهوری اسلامی وایسادیم دیگه به کسی دیگه باج نمیدیم. اینا این رو نباید فراموش بکنن. من اگر ترسیده بودم، اگر تهدیدهاشون جواب میداد، الان اینجا نمیشستم با شما حرف بزنم. همون 3-4 روز پیش کلا اینستاگرامو پاک میکردم، یه دونه وایسم برای اینا میفرستادم که ببخشید من اشتباه کردم. ولی نه، اتفاقا هر کاری که اینها میکنن بیشتر به من انگیزه میده که من این راه رو ادامه بدم، چون که میبینم اینا چه دشمنی با مردم ایران دارن و من و امثال من اجازه نمیدیم که شهر ما، مردم ما بشه گروگان دست اینها که با استفاده از ما، از دولت موقت و از دولت مرکزی ایران، اینا سهم خواهی بکنن و ما رو به عنوان گروگان مبادله بکنن بین اینها. این یک کار دو بخشه هستش، هم کار ماست هم کار دولت انتقالی هست و باید از همین الان ما به این مسئله بپردازیم. بله دقیقا درست گفتید. این یک مسئله است که جوانان، مخصوصا جوانان کرد، باید صدای خودشون رو بلند کنند و از این نترسند که مخصوصا در خارج از کشور، دیگه در خارج از کشور باید این کار رو بکنند. همونطور که گفتید من هم حالا نه به صورت روزانه ولی 10 مسیج گرفتم، شما بیشتر، و همه میدونیم که در داخل کشور، در داخل کردستان صدا این گونه نیست که همه این خزعبلاتی که اینها در این 45-6 ساله مغزشویی کردند رو قبول داشته باشند و باید این صدا بلند بشه. و حالا من به نوبه خودم میگویم که حداقل شمایی که در خارج از کشور هستید و کرد هستید،
صداتون رو بلند کنید، تماس بگیرید با همه ماهایی که فعال هستیم در این زمینه، داریم فعالیت میکنیم. شما هم بیاید، واقعا احتیاج هست. و پرسشم در بخش پایانی گفتگومون این هست که شما به گارد جاویدان اشاره کردید، خودتون رو یکی از اعضای گارد جاویدان میدونید. نقش گارد جاویدان رو در فردای پسا جمهوری اسلامی در کردستان، در دیگر نقاط ایران، همه ما ایرانی هستیم. باور کنید که من اونقدری که دلم برای کردستان تنگ شده، شاید بیشترش برای شمال ایران، برای تهران، برای تبریز، مخصوصا در این شرایط که دیگه ما ملت ایران نشون دادیم که یک ملت یک پارچه هستیم. قبل ترش هم نشون داده بودیم. آخه در همون کرمانشاه که فکر کنم 6-7 سال پیش بود، زلزله اومد، سیل بود، یادم نیست، یادتونه کیلومترها ترافیک شد و از جای جای ایران برای کرمانشاه وسایل اولیه زندگی رو میفرستادن و میبردن. ما نشون دادیم یک ملت یک پارچه هستیم. و من به نوبه خودم واقعا این رو هم بگم، بعد حالا شما پاسخ پرسش من رو بدید. من هیچ موقع در هیچ جای ایران احساس نکردم چون کردم تبعیضی بهم قائل بودم. من تازه در جمهوری اسلامی شم، یعنی از سوی مردم ها، در هر جایی ما زندگی کردیم، چه در سنندجش چه در تهرانش. حالا سنندج که دیگه شهر خودمه، ولی در تهران من هیچ موقعی، اتفاقا هر جا گفتم کردم، همه جام گفتم ها، یعنی این نبوده که پنهون بکنم، با افتخار گفتن کردا با معرفتن. یعنی این جمله‌ای بوده که من از همه دوستان و کسانی که باشون در ارتباط بودم. واقعا من اینو درک نمی کنم که اینا چگونه هست که خودشون رو چیزی غیر از ایرانی بودن تعریف میکنن. ولی برگردم به پرسشم، گارد جاویدان رو شما نقشش رو در فردای پسا جمهوری اسلامی چگونه میبینید؟ ببینید، گارد جاویدان که حداقل من به نوبت خودم اینطوری فکر میکنم که این مدلی نیستش که شما لباس رسم بتن بکنی به عنوان یک سرباز مسلح بری و بجنگی. همین کاری که من الان اینجا دارم انجام میدم وظیفه گارد جاویدان هست. آگاهی رسانی هست، صحبت کردن هست. هر وظیفه، هر کار کوچیکی که ما برای ایران انجام میدیم، این میشه انجام وظیفه من به عنوان یکی از عضوهای گارد جاویدان. و برای فردای ایران هم در کردستان، من همونطور که گفتم، من آمادگی این رو دارم به محض اینکه مرزها باز بشه من وارد ایران بشم و ایران رو آباد بکنم و شهر خودم شروع میکنم. و این وظیفه‌ای هست که من برای خودم تعریف کردم به عنوان یک ایرانی، به عنوان سرباز ایران و به عنوان سرباز مردمم. ما همه این جنگی که داریم، همه این زحمت‌هایی که میکشیم برای این هست که بچه‌ای که اونجا هست و اونجا به دنیا میاد یک زندگی آرومی داشته باشه و بتونه جدای از فکر کردن به جنگ و خون و خونریزی و چه میدونم خفقان و این موارد، به جای اینکه درگیر اینها باشه بتونه زندگیش رو پیش ببره. و این وظیفه من هست که این شرایط رو برای نسل بعدی مهیا بکنم. واقعا اینطوری نیستش که ما فکر کنیم الان مثل 100 سال پیش همه میریم توی جبهه‌های رزم و فلان. نه، هر کدوم از ما هر کاری که میتونیم انجام بدیم وظیفه خودمون رو ادا کردیم. امروز به این مدل که میایم، حالا تظاهراتی باشه خارج از ایران شرکت میکنیم یا برنامه‌هایی که میذاریم یا نمایشگاه‌هایی که داریم و برگزار میکنیم، فردای آزادی ایران هم به هر طور که بتونیم ما باید واقعا همه دست به دست هم ایران رو بسازیم. و این میشه به زعم من گارد جاویدان و انجام وظیفه‌م. بله. گفتید که فعالیت‌هایی که امروز دارید انجام میدیم، چه فعالیت و چه مبارزه ای؟ این در چه زمینه‌ای شما فعالیت میکنید؟ مبارزتون به چه صورتی هست؟ اگر که بخواید کوتاه راجعش صحبت کنید. کوتاه که یکم سخته، ولی خب من الان 7 سال هست که تقریبا در آلمان هستم و 6 سال هست که فعالیت میکنم. حالا من کلا از بچگی آدمی نبودم که بتونم سکوت بکنم و یه جا بشینم و هیچی نگم. آخه ما کردا همه سیاسی هستیم، میدونید. این یه چیزیه که واقعا خانواده‌های ما، واقعا این یه واقعیتیه. حالا میگم کرد، یعنی واقعا در اون منطقه کردستان این نفرتی که از جمهوری اسلامی هست از بچگی از پدر و مادرامون ما فکر کنم میبینیم و یاد میگیریم. بفرمایید. درسته. یعنی حتی توی همون دوران مدرسه شما حرف بزنید به همینی که حرف میزنید شما میشی سیاسی. و
خب من وقتی که اومدم توی آلمان اینجا از آزادی که بود تونستم استفاده بکنم، حرفم رو بزنم. حالا اوایل به هر مدلی که من تونستم این واقعا این کار رو انجام دادم. اوایل فیلم درست میکردم برای اینستاگرام، یا نقاشی بود یا طرح بود یا نوشتن بود. بعد کم کم که اینجا تونستم زندگیم رو یکم ثبات بدم، نمایشگاه گذاشتیم من و همسرم، نمایشگاه عکاسی و مجسمه سازی. این موقع برای آبان 98 یک نمایشگاه داشتیم به اسم نکتار اسفندیاری. بعد که توی طول این مدت ما توی شهر خودمون تظاهرات داشتیم، تجمع برگزار کردیم، با افراد و سیاستمدارهای آلمان ارتباط برقرار کردیم. من همین الان با چند تا از افرادی که توی پارلمان آلمان هستن ارتباط مستقیم دارم و این کانکت ها رو ما داشتیم و هر طوری که بود فعالیتمون رو ادامه دادیم. میگم از نمایشگاه‌های هنری گرفته تا کنفرانس مطبوعاتی توی روزنامه خود شهر اینجا. و جالبش این که من چند وقت پیش که با یکی از روزنامه‌ها دوباره که سر همین اعتراضات آخر ایران تماس گرفتن، گفتن که شما اولین نفری بودی که اسم محمد رضا پهلوی و خاندان پهلوی رو توی روزنامه‌های ما و توی این شهر عنوان کردید. و این خیلی برای من خوشم، هرچند برای اونا یکم عجیب و غریب بود. و وقتی که خبرنگار اومد خونه ما تابلو آریامهر و شهبانو رو دید، گفت که اینو جدی اینجا گذاشتی یا کنایه است؟ گفتم نه، هیچ کنایه نیست، این کاملا جدی هست. یعنی خب اروپا هم داستانش شما میدونید خیلی فرق میکنه و اینا هم خیلی یه مدل دیگه مسئول شدن. و این کارهایی هست که من تا الان انجام دادم توی دانشگاه، هم همینطور تا پروژه‌ای میتونستم انجام بدم درباره ایران کار میکردم. و همین آخرین بار هم که 3 هفته توی مونیخ بودیم، تقریبا 10 روز بیشتر ما جلوی کنسولات آمریکا تحصن داشتیم، هر روز 6 ساعت میرفتیم اونجا و خواست مردم ایران رو میگفتیم. یعنی سعی میکنم به هر مدلی که میتونم صدای مردم ایران باشم. حالا میگم به هر مدلی که هستش. بله. پرسش آخر یا اینکه به هر حال صحبت آخرمون، به شما گفته میشه که البته این اتهامی است به همه کردهای میهن پرست زده میشه، نمیخوام اون واژه رو به کار ببرم، ولی میگویند که شما کرد نیستید، یا میگویند به خود من گفتن که تو کرد پلاستیکی هستی، یا حالا اونایشون که یه ذره میخوان خیلی مؤدبانه تر صحبت بکنن میگن شما آسمیله شدید، یعنی شما اصلا دیگه از اون چیزی که بودید دیگه نمیدونید، خودتون آگاهی ندارید و از این صحبت ها. شما مهابادی هستید، حتی مهابادی بودن رو زیر سوال میبرن. اگر بخواید یا اگر مایل باشید به زبان کردی پیامی بدید، صحبتی داشته باشید، من که بسیار دوست دارم یه پیامم به زبان کردی داشته باشید که مطمئن بشن که شما کرد هستید، ولی کردی هستید که الزاماً به اون خزعبلاتی که اونها میگویند اعتقاد نداری. به همین سادگی اگر که میگوید که این مگر را نیفتاده که از دموکراسی بگو، از این خزعبلات، خب این هم دموکراسی دیگه. آقا من کرد به شما باور ندارم، من خودم رو ایرانی میدونم، این خیلی ساده است. فرمو اگر گرکتر به کردی قسەکەیت خوشحالم. زۆر سپاس. هەژەوم جۆلێبەوە بەڕاستی ئینسان پێکێنی مشخصەیە. من فقط ئەم هەوە ئەوەی بڵێم بە هاوزمانەکانم، کورد یا بە قۆلی خۆیان زاش یا کوردی پلاستیکی ئەو کەسەیە کە بە دژایەتی مافی من و مافی تۆ هەڵدەستێ، ئەو کەسەیە کە ناهێڵێ ئازادی و ئاسایش بێتە نێو شارەکانمان و ئەمە بەڕاستی ژیانێکی نۆرماڵمان هەبێ، ژیانی خۆمان هەبێ، بتوانین بە ئازادی بژین. ئەمن نیم کە بیرروبڕایەکی جیاوازم هەیە لە یەکێکی کە لە پەنا منە یا هاوشاری منە. بەڕاستی ئەختائین کەسێکە کە سەدان ساڵە نەیهێشتۆ کورد لە وڵاتی خۆیدا لە ئێراندا ژیانی هەبێ و بەشدار بێ لە حکوومەتدا، لە قانوندا، لە قودرەتدا، بەڵام بە شێوەی قانونی. جاش ئەو کەسەیە کە جوانەکانمان هەڵدەگرێت دەیباتە نێو شاخ و چێوان و تفەنگۆ سلحیان دەداتە دەستی. جاش ئەو کەسەیە کە لەبەر جیفانی خۆی، لەبەر قودرەتی خۆی حازرە کە هەموو ئەمە قوربانی بوون و قەت نەهێڵن کە ئەمە دانیشن بە ژیانی خۆمان هەبێت. بەڕاستی زۆر شتایەکی ئاساییە و من دەڵم هەمیشە کە فکر لەوەی دەکەمەوە دەڵم ئەوەندە ئاساییە کە ئیدی هەموو ئینسانەکان ئەوەی دەبینن، بەڵام بەداخەوە دەبینن کە بازێکیان بە ئەو شتەی نابینن.
ئەمن سێحەب ماڵم لە ئێران، ئەمن نابمە ئیجارە نشینیوانە، ئێران ماڵی منە، ئەمن مادم، ئەمن ئەوڵین نەسلی ئێرانێ لە ماڕاهاتۆ، ئەوڵین پادشایی ئێرانی دیاکۆ بۆ لە ماڕاهاتۆ. ئەنگو چۆن دەتوانن بە دژی ڕیشە و ماهیەت و هەویەت و هەر شتێکی کە هەتانە هەستە خێنی ما لە ئێرانە ڕایە. ئێران وڵاتی منە و ئەمن سازی دەکەم و ئەمن و نەسلی دوای من کورد بێ، ئازەری بێ، فارس بێ، فەرقی نییە. لە ئێرانەدا ژیانێکیان دەبێ کە تەواوی دنیا بە حەسرەتی دەبێت. سپاس نیشما خانم. باور داشته باشیم که نور بر تاریکی پیروز میشه و ایران ما آزاد میشه توسط همه ما ایرانیان، همه مایی که خودمون رو گارد جاویدان ایران و آزادی ایران و پس از آزادی ایران آبادانی و امنیت و آسایش برای ملت ایران میدونیم. با سپاس از شما خانم عبداللهی گرامی. سپاسگزارم ازتون و از این فرصتی که داشتیم، باعث افتخار و خوشحالی است. پاینده ایران. جاوید شاه.